فردی به نام علیرضا خیلی خسته و کوفته بعد از اینی که شیفت کاریش توی یکی از مراکز درمانی تهران در ساعت نزدیک به 3 بامداد شنبه 25 خرداد 1400 تموم میشه. با موتورش در حال برگشت به خونه بوده. مسیر رفته آمده این فرد از میدون شوشه تهران بوده. این فرد دور میدون طبق عادت روزانه توقف میکنه تا نوشیدنی بگیره و بخوره، اما آب میوه فروشی که پاتاقش تعطیل بوده. علیرضا متوجه میشه که یه اتفاقی برای این شخص افتاده، چرا که این شخص تا نزدیک صبح پذیرای مشتریهاش بوده. با این وجود اما علیرضا به دنبال اینی که نمیتونه چیزی بخوره از اونجا راه میفته تا به خونش بره. تو همین حین اما اتفاقی میفته که باعث میشه این شخص کمی تحمل کنه. گویا این فرد کنار سطل زباله موجود در اونجا متوجه چیز عجیبی شده بوده و همین هم باعث میشه تا از روی کنجکاوی به سمت اون شیء مشکوک بره. این شخص توی اظهارات خودش گفته باور کنید به قدری ترسیده بودم که نمیتونستم سر پا وایسم. از طرفی خیلی خسته بودم. همین باعث شده بود با دیدن این صحنه نابود بشم. کنار سطل زباله یه دختر جوان حدود 21 ساله بیهوش روی زمین افتاده بود، در حالی که اصلا وضعیت مناسبی هم نداشت. سر وضعشم نادرست بود. علیرضا که خودش پرستار و کادر درمان بوده اول نبض دختر رو چک میکنه، اما نبضش خیلی ضعیف بوده. تنفسش هم خیلی کوتاه و هر چند ثانیه یک بار بوده. علیرضا بعد از اینی که شرایط موجود رو میسنجه بلافاصله با اورژانس تماس میگیره و موضوع رو اطلاع میده. به دلیل خلوت بودن خیابون‌ها اورژانس حدود 10 دقیقه بعد به محل میرسه و کادر درمان اورژانس سریع وضعیت این دختر رو بررسی میکنه و اونو توی آمبولانس میذارن و به نزدیک ترین بیمارستان منتقل میکنن. اما متاسفانه تو همین بازه زمانی دختر بر اثر مشکلاتی که براش به وجود اومده بود و آسیب‌های جدی که دیده بوده فوت میکنه. کادر درمان توی آمبولانس عملیات CPR هم برای احیای اون انجام میدن، ولی بیفایده بوده و دختر زمانی که به بیمارستان میرسه در مسیر راه پزشکا و کادر درمانی اون بیمارستان هم هر چقدر که تلاش میکنن بیفایده بوده. اما به دلیل مشکوک بودن نبوده این دختر که هیچ مدارکی هویتی همراهش هم نبوده، موضوع به حراست بیمارستان و بعد هم پلیس گزارش میشه. علیرضا فردی که گزارش این اتفاق رو داده بوده به همراه این دختر توی بیمارستان حاضر بوده. اونطور که مشخصه این شخص خودش جزء یکی از کادر درمان همون بیمارستانه. علیرضا بعد از اینکه با پزشکا که بالا سر این دختر بودن حرف میزنه متوجه این موضوع میشه که متاسفانه دیگه تلاشا بیفایده است. برای همینم ماجرا رو برای بررسی های دقیق تر و بیشتر به حراست بیمارستان اطلاع میده. مجموعه حراست بیمارستان هم از اونجایی که به قضیه حساس میشن و مشخصم نبوده که دقیقا چه اتفاقی افتاده، توی بررسی های فیزیکی این شخص هم هیچ مدارک شناسایی از اون به دست نیاورده بودن. برای همین هم موضوع رو به پلیس تهران اطلاع میدن. به حضور پلیس و همچنین گزارش پزشک شیفت شب بیمارستان مبنی بر مشکوک بودن نبوده این دختر به آگاهی و دیگر مراجع قضایی ارجاع داده میشه. اونا هم به سرعت خودشونو به بیمارستان میرسونن. به همون شکلی که بوده توی بیمارستان منتقل میشه و توی بخش مخصوص خودش نگهداری میشده. نیروهای آگاهی ابتدایی امر از حراست بیمارستان پیگیر موضوع میشن و بعد هم اون رو بررسی میکنن. اونطور که مشخص بوده این دختر به دنبال اتفاقات دلخراشی که براش افتاده دچار این حادثه شده. پلیس با دستور بازپرس پرونده اونو به پزشک قانونی معرفی میکنه تا علت دقیق نبودنش مشخص بشه. علیرضا که خودش هم جزء کادر درمان همون مرکز و اونجا حاضر بوده به پلیس میگه زمانی که من داشتم به خونه برمیگشتم این دختر دقیقاً دور میدون شوش توی یکی از سطرهای زباله افتاده بود، ولی چون هنوز زنده بود و نبضش خیلی ضعیف بود با اورژانس تماس گرفتم و الانم که بنده خدا فوت کرده. پلیس از علیرضا چندین سوال تخصصی میپرسه و بعد از اینکه متوجه میشه ساعت خروج اون از مرکز درمانی چه وقت هست
و اینکه دقیقاً شیفتش چه زمانی تموم شده، متوجه میشه که اون حقیقت رو گفته. با این حال علیرضا مشخصات کامل خودش و شماره تماسش رو هم در اختیار مامورها قرار میده و قرار میشه که در دسترس باشه. بازپرس ویژه جنایی هم با اطلاع از این موضوع دستور انتقال اون را به پزشکی قانونی داده تا علت دقیق نبود این دختر مشخص بشه. مامورا با توجه به محل پیدا شدن دختر به اونجا میرن تا شاید با کمک دوربین های مداربسته بتونن سر نخی به دست بیارن. چندین دوربین اطراف میدون شوش بوده، ولی به دلیل اینکه فاصله دوربین ها با جایی که پیدا شده زیاد بوده، مهمتر اینی که هوا تاریک بوده و همچنین کیفیت دوربین ها هم پایین بوده، دیدن که یک موتورسیکلت که مدلش هم مشخص نیست با 3 سرنشین حدود 1 ساعت قبل از این که علیرضا این دختر رو پیدا کنه، یعنی حدود ساعت 2 شب به اونجا اومدن و یکی از سرنشین ها که همون دختر فوت شده بوده رو پشت سطل زباله انداختن و به سرعت متواری میشن. اونطور که مشخصه این 2 نفر دختر رو بین خودشون نگه داشتن تا کسی به موضوع شک نکنه. از طرفی اونطور که علیرضا گفته گویا این شخص موقعی که به اونجا منتقل شده هنوز زنده بوده. با این وجود اما هنوز به طور دقیق علت این حادثه مشخص نیست که چیه. پلیس منتظر گزارش پزشکی قانونی میشه و در کنار این موضوع تحقیقات برای پیدا کردن هویت و خانواده این دختر در جریانه. از طرفی مامورها توی محل حادثه متوجه میشن تنها دوربینی که به اون نقطه دقیقاً دید داشته مربوط به یه مغازه سوپرمارکت بوده، اما متاسفانه گویا صاحب این مغازه عزاداره و با پیگیری های پلیس مشخص میشه. مغازه چند روزی هست که تعطیله. مامورا با تحقیقات میدانی در محل صاحب مغازه رو به نام حسن شناسایی میکنن و برای اینکه گره پرونده زودتر باز بشه به محل سکونت اون میرن. تو همین حین هم ما از یکی از کلانتری های سمت شرق تهران گزارشی میرسه که به حل پرونده کمک شایانی میکنه. مردی حدوداً 60 ساله به نام عبدالرضا به کلانتری مراجعه میکنه و اعلام میکنه دخترش فرار کرده. الان هم نمیدونه که کجاست. هرچی هم با گوشیش تماس میگیره جواب نمیده. مامورای کلانتری هم پرونده رو سریعاً به اداره آگاهی تهران ارجاع میدن و عبدالرضا به اداره میره و میگه قضیه برمیگرده به حدود 7-8 ماه پیش و داستان اینه که شمیم دختر من 1-2 تا دوست همسن خودش داشت که دخترای موجه و خوبی نبودن و من با دیدن اونها که با دخترم بیرون میرفتن متوجه شدم که اونا به احتمال زیاد درگیر اعتیادن. البته احتمال نبود، خودم به عینه شاهد این موضوع بودم. و یه بار دست یکیشون یه چیزی دیدم که منو دید، اون انداخت زمین. به شمیم دخترم گفتم که اینا دوستای خوبی برای تو نیستن. دلم نمیخواد که با اینها بگردی، اما دخترم با پرخاشگری میگفت بابا من دیگه بچه 10 ساله نیستم که همش به هم گیر میدین. خودم میدونم که دارم چی کار میکنم و حواسم هست. اما بعد از مدتی از اون چیزی که میترسیدم سرم اومد. واقعیت چند روزی بود که من احساس میکردم دخترم درگیر یه چیزی شده. رفتارش و گودی زیر چشماش قشنگ مشخص بود که داره چی کار میکنه. مشخص بود که اون مشغول مصرف یه چیزی هست. من برای اینی که ازم فاصله نگیره چیزی بهش نگفتم و نامحسوس زیر نظرش داشتم تا ببینم به چیزی که شک دارم حقیقت داره یا نه. متاسفانه به دنبال چند روزی که من توجهمو به دخترم بیشتر کردم متوجه شدم اون توی خونه خودم تو اتاقش در حال مصرفه. اونقدر درگیر کار بودم که یادم رفته بود یه دختر دارم که باید ازش مراقبت کنم. بعد از اطلاع از این قضیه خیلی اذیت شدم و از درون عذاب میکشیدم. دنیا روی سرم خراب شده بود. حالم به قدری بد بود که همسرم همون شب منو به دلیل شوک عصبی برد بیمارستان. حالم خیلی بد بود که توی بیمارستان هم پزشکا به سختی تونستن شوک عصبی که بهم وارد شده رو مهار کنن. اون شب خیلی سختی برام بود و همه چیز برام غیر قابل باور شده بود. عبدالرضا میگه اون شب توی خونه بعد از اطلاع از این قضیه فشار زیادی روی من بود. فهمیدم که دختر دست گلم شمیم که همیشه پر از انرژی و خندون بود
و خونه ما بدون اون سوت و کور میشد تو دام اعتیاد افتاده. اونم شیشه یا نمیدونم چیزای دیگه. به هر حال از اونجایی که همیشه با هم راحت بودیم، اونم حرفاشو بهم میزد. ازش خواستم خیلی معقولانه با هم حرف بزنیم. خجالت میکشید و نمیتونست که توی روم نگاه کنه. اما من تمام سعیم بر این بود دخترم رو نجات بدم و اصلا نمیخواستم طوری برخورد کنم که اون احساس غریبی کنه و بخواد ازم دوری کنه. بهش گفتم دخترم تو که میدونی من همینجوره کنارتم و هر کاری که بخوای برات انجام میدم. چرا این کارو با خودت و من و مادرت میکنی؟ چرا میخوای زندگی و آیندت تباه بشه؟ دخترم بعد از چند ثانیه به گریه افتاد و گفت بابا اشتباه کردم. تو رو خدا کمک کن. من میخواستم خودم تنهایی ترک کنم ولی یه شب تا صبح نتونستم تحمل کنم و تا آروم شدم. بعد از شنیدن این حرفا وقتی مطمئن شدم که دخترم میخواد ترک کنه خیلی خوشحال شدم. مشخص بود که اون با وجود اینی که درگیر این موضوع شده در حال حاضر پشیمونه. همون فردا شمیم رو به یک کلینیک مخصوص ترک بردم که خیلی هم مجهز بود. دکترای خوبی هم داشت و اونجا شمیم رو بستری کردیم. اما بعد از فقط 4 روز از اونجا با من تماس گرفتن و گفتن که شمیم از مرکز رفته. باورم نمیشد که چنین اتفاقی افتاده باشه. آخه دخترم خودش با پای خودش همراه من به اونجا اومد تا ترک کنه. اونطور که کادر اون مرکز ترک گفته بودن گویا دخترم اونجا شرایط سختی رو متحمل شده بوده. برای همین هم دست به این کار زده. طبق گفته یک کادر مرکز ترک برای دخترم اونجا شرایط خیلی سخت بوده. اینقدر حالم بد بود که نمیدونستم باید چی کار کنم و همسرم گفت بهترین راه اینه که به پلیس بگیم و پیداش کنیم. این شد که الان اومدم پیش شما. خواهش میکنم دخترم رو پیدا کنید. مامورا مشخصات ظاهری و عکس شمیم رو از عبدالرضا میگیرن و تحقیقات خودشون رو آغاز میکنن. اما متوجه میشن که عکس شمیم شباهت خیلی زیادی به اون چیزی که پیدا کردن توی شوش پیدا شده و توی پزشک قانونی هست داره. به خاطر همین با پدر شمیم تماس میگیرن و اون به پزشکی قانونی راهنمایی میشه. عبدالرضا پیگیر میشه و از نیروهای پلیس میپرسه که چرا باید به پزشکی قانونی مراجعه کنه. پلیس ماجرا رو به این شخص میگه. عبدالرضا بعد از شنیدن این قضیه حالش خیلی بد میشه. اون با زحمت به همراه همسرش به پزشکی قانونی میاد. عبدالرضا و همسرش بعد از دیدن اون چنان گریه میکردن که کادر درمان و پزشکی قانونی مجبور میشن اونها رو به خاطر حال بدشون راهی بیمارستان کنن. مامورا ادامه شاخه تحقیقات خودشون رو در مورد تنها دوربین بازبینی نشده یا مغازه حسن ادامه میدن و با راهنمایی همسایه‌های مغازه اون بالاخره محل زندگی حسن رو پیدا میکنن و سریعا راهی اونجا میشن. پارچه‌های سیاه و پیام‌های تسلیت را رو در دیوار خونه حسن هم نشون میداده که اون مادرش رو از دست داده، ولی با این حال وقتی حسن رو میبینن موضوع رو بهش میگن. اونم همراه مامورها به مغازه خودش میاد و پلیس با توجه به تاریخ زمان حادثه دوربین مغازه حسن رو به دقت بازبینی میکنه و بالاخره شماره پلاک موتورسیکلت که مدلش مشخص بوده رو با سختی زیاد به دست میارن، چون روی پلاک عقب موتور قاب دودی رنگ داشته و با توجه به اینکه هوا تاریک بوده خیلی سخت میشده شماره رو تشخیص داد. اما چون دوربین مغازه حسن خیلی با کیفیت بوده اونا شماره رو به دست میارن و استعلام از اون شماره رو شروع میکنن. موتور متعلق به فردی به اسم وحید بوده که سابقه 2 سال زندان هم به جرم یه چیزایی داشته. مامورا آدرس و مشخصات کامل محل سکونت وحید رو پیدا میکنن و بلافاصله راهی خونه اون میشن. پلیس توی محل مورد نظر هرچی در خونه وحید رو میزنه کسی جواب نمیده. مامورا هم با کسب دستور قضایی از بازپرس پرونده وارد خونه میشن. اونطور که مشخص بوده اونجا ظاهراً یه خونه مجردی بوده و توی بررسی دقیق از خونه مقداری چیزی پیدا میکنن. موتور وحید توی حیاط کوچیک خونه بوده اما هیچ اثری از خودش نبوده. مامورای آگاهی از همسایه مجاور خونه وحید سوالاتی در مورد اون و رفت و آمدش میپرسن.
پیرمردی که همسایه این شخص بوده میگه والا ما خودمون هم آرامش و آسایش از دست این آدم نداریم. معلومه که آدم بدیه. یکی از دوستش هم همیشه یه خدا اینجا پیش اون بود. ولی چند روز پیش دیدمش که یه ساک دستش بود و گفت حاجی من میرم شهرستان. یه سری به پدر و مادرم بزنم و میام. چون همیشه بهش تذکر میدادم که این کارها رو اینجا نکن و اونم همش میگفت که چشم حاجی، ولی گوش نمیداد. خدا بگم چی کار کنه اونم لکی که این خونه رو به وحید اجاره داد. صاحب خونه شخص دیگه ایه. وحید اینجا مستاجره و چند میشه که من متوجه شدم این فرد درگیر چه کارهایی شده. همسایه‌ها قبلا راجع به این موضوع با هم حرف زده بودن. خونه من چون نزدیکتر از بقیه به اینجا بود، به خاطر همین از من پیگیر بودن که ببینن آیا این قضیه حقیقت داره یا نه. منم از چیزی خبر نداشتم، به خاطر همین بهشون میگفتم که منتظر بمونن تا بررسی کنم. این اواخر به دنبال اینی که توجه هم رو بیشتر روی وحید گذاشته بودم، متوجه شدم که حرفای همسایه ها درسته. مأمور از پیرمرد میپرسن که میدونی خونه پدر و مادر این پسر کجاست؟ اونم میگه والا دقیقا نمیدونم، اما میدونم که پدر و مادرش اهل تبریز هستن و توی شهر اهر زندگی میکنن. با گرفتن شماره تلفن وحید از پیرمرد همسایه، مأمورا تلفن اون رو تحت رصدهای مخابراتی قرار میدن و آنتن دهی خط وحید نشون میداده که اون هنوز توی شهرستان اهره. مأمورها توی وهله اول احتمال میدن که وحید برای مخفی شدن به شهرستان رفته، اما توی بررسی های بیشتر و تحقیقات تکمیلی تری که صورت میگیره، بازپرس پرونده این احتمال رو میده که وحید سعی داشته باشه تا از طریق شهرستان خدافرین از مرز به صورت غیرقانونی خارجه. به خاطر همین هم با توجه به این قضیه پلیس تمام مشخصات ظاهری و نشونی های وحید را به تمامی پایانه های مرزی اعلام میکنه تا در صورت مشاهده اون رو دستگیر کنه. مأمورا بدون فوت وقت و با کسب نیابت قضایی از بازپرس ویژه و همچنین هماهنگی های لازم با اداره آگاهی شهرستان اهر راهی اونجا میشن. مسیر طولانی بوده و همین هم کار رو برای پلیس کمی سخت میکنه. مأمورها بعد از این که به شهرستان اهر میرسن، هماهنگی های لازم رو انجام میدن و تحقیقات خودشون رو آغاز میکنن. تو همین حین نیروهای آگاهی گزارشی به دستشون میرسه مبنی بر دستگیری فردی 28 ساله به اسم مهدی، ولی با مشخصات همون شخصی که توی سیستم پلیس آگاهی تحت تعقیب و متواری بوده، یعنی همون وحید که قصد داشته از مرز زمینی و با پاسپورت الکی از مرز خارج شه. اونطور که مشخص بوده گویا وحید سعی داشته تا با مدارک اشتباهی یه جورایی خودش رو مخفی کنه، اما پلیس موفق شده بوده که این فرد را شناسایی کنه. نیروهای آگاهی بعد از رسیدن به اهر با هماهنگی‌های قضایی، مهدی یا همون وحید که حالا هویت اصلیش فاش شده بوده به تهران و اداره منتقل میکنن. وحید وقتی پشت میز بازجویی میشینه، تو همون سال اول مأمورها که ازش میپرسن چرا با پاسپورت جعلی میخواستی از مرز رد بشی، گیر میکنه و شروع به تناقض‌گویی میکنه. این فرد میگه از چیزی اطلاع نداره، وحید رو هم نمیشناسه، نمیدونه که پلیس داره راجبه چه چیزی حرف میزنه. این شخص توی اظهارات خودش میگه الان بالای چند ماهی که توی شهرستان خودشونه و به هیچ عنوان هم توی تهران زندگی نمیکنه. وحید همه چیز رو از ریشه انکار میکنه و همین هم باعث میشه تا پلیس اون رو به عنوان مظنون اصلی پرونده در نظر بگیره. اما این کارش نتیجه نمیده و با فشار بازجویی ها بعد از 3 روز بالاخره وقتی متوجه میشه که دوربین پلاک موتورش رو ضبط کرده و شمیم فوت شده و میفهمه که راهی نداره، اظهارات خودش رو بیان میکنه. میگه من و مراد دوستم هر دو درگیر اعتیاد بودیم، ولی نه جوری که بخوایم زیاده روی کنیم. چند ماه پیش شمیم همراه یه دختر دیگه که مشتری خودم بود پیشمون اومد و کمی چیزی خریدن. من و مراد یه پاتوق مخفی توی انباری قهوه خونه دوست مشترکمون داریم که هر وقت میخواستیم اونجا میرفتیم و استفاده میکردیم. شمیم اولش تفریح استفاده میکرد، ولی زیاده روی کرد و در عرض فقط 1 ماه زیاد شد. بیشتر اوقات میومد دنبالش. یه شب که شمیم حدود ساعت 7-8 عصر اومد اونجا دنبالش،
بهش گفتم پول آوردی یا نه. اونم گفت دفعه بعد یه جا حساب میکنه. قبول کردم و ستایی یعنی من، مراد و شمیم رفتیم توی انباری و مشغول مصرف شدیم که متوجه شدم شمیم خیلی حالش بده. شمیم به دنبال این که چیز زیادی مصرف کرده بود افتاده بود یه گوشه و اصلا نمیتونست که تکون بخوره. مراد بعد از این که این دختر رو دید، از اونجا که خودشم درگیر اون چیزا بود، با دیدنش حالش بد شد و تصمیم گرفت که کاری کنه. من مانع شدم چون میدونستم که برامون دردسر ایجاد خواهد شد، اما به حرفم گوش نداد و به هم پیشنهاد داد که چیزی متوجه نیست و کسی هم نمیفهمه که چه اتفاقی افتاده. من اما زیاد به این حرفش قبول نداشتم، ولی با این وجود خودمم حالم بد بود. من مراعات حال این دختر رو کردم، اما مراد اصلا براش مهم نبود که چه اتفاقی میفته. شمیم تا حدودی هوشیار بود، از طرفی هم خیلی حالش بد بود. ما نمیدونستیم که اون چیه. مراد گفت بذار کاری کنم تا متوجه بشه. بعد از مدتی کار از کار گذشت. متاسفانه شمیم در حالی که متوجه موضوع شده بود و خواهش میکرد که رهاش کنه، اما توجهی نکرد. مدتی گذشت و من کاری بهش نداشتم. مراد بعد از این که تموم شد دیدیم که شمیم حالش چندان خوب نیست. نگران وضعیتش بودم. به مراد گفتم که نباید این کارو میکردی. باهاش درگیر شدم، اما به حرفم گوش نداد. بعد از کلی جر و بحث ساعت 2:30 شب بود که اونو با سختی سوار موتور کردیم و 3 نفری راه افتادیم. بعد مراد گفت که اینجوری خیلی تابلوه، ممکنه یه دفعه پلیس یا گشت ما رو ببینه. واسه همین به میدون شوش که رسیدیم پیادش کردیم و اون فکر میکرد که دم خونه شونه و همونجا توی پیاده رو افتاد زمین. من و مراد هم زود رفتیم. الانم که اینجام. با گرفتن مشخصات کامل مراد و نشونی محل زندگیش، مامورها بلافاصله با عملیات شبانه ساعت 1 شب مراد رو هم توی خونه‌شون دستگیر و به اداره منتقل میکنن. مراد هم وقتی وحید رو میبینه دیگه مقاومتی نمیکنه و حرفای وحید رو کاملا تایید میکنه. این پسر میگه وحید دروغ میگه. اون هم با من همراه بود. گزارش پزشکی قانونی هم به طور مفصل به دست مامورها میرسه. علت نبود شمیم مصرف دوز بالا بوده و شرایط بعدش که خودتون میدونید. اعلام میشه وحید و مراد به قهوه خونه غلام برده میشن و صحنه خودشون رو بازسازی میکنن و همچنین قهوه خونه هم پلم میشه و خود غلام هم راهی بازداشتگاه میشه تا توی یه پرونده دیگه به جرم اون رسیدگی بشه. جلسه دادگاه این پرونده هم برگزار میشه و در ابتدای جلسه عبدالرضا پدر شمیم با چشمانی گریون میگه من چه آرزوهایی که برای دخترم نداشتم آقای قاضی، من و همسرم فقط اشد مجازات رو میخوایم. بعد وحید و مراد به جایگاه میان، منکر اعترافات خودشون میشن، میگن که ما تحت بازجویی شدید اقرار کردیم، اما قاضی با توجه به مغرض بودن جرم اونها بنابر شواهد و ادله محکم توی پرونده اونا رو محکوم میکنن. دوستای خوب و مهربونم، تولید و پخش این برنامه با هدف آگاهی و آموزش در جهت جلوگیری از بروز ناهنجاری ها آماده شده. خوشحال میشم که به دیگر ویدیوهای کانال سر بزنید و از کانال کوچیک ما حمایت کنید. تا داستانهای بعدی شاد و پیروز باشید.